Еврооптика. Пусть солнце радует глаза. سلام دوستانم، مهاجران مهنتی، رفیقان، همه عزیزانی که برنامه ناگفته ها رو منتظرند. درودم را میرسانم. من راستی گپ چند ماه بود تصمیم داشتم که این نفر را به برنامه دعوت کنم، زیرا سالهای اخیر سر و صدا اطراف نام این سراینده خیلی زیاد شد. زندگی او را به چالش کشیدند، گفتند که چرا رفت، چرا این طور میکند، برای چی نآمد، برنگشت. سوال ها زیادند. مهربان روشن، سراینده ممتاز، مهمانی برنامه ما است. من سلام همه مهاجران، همه تماشابینان رو به شما میرسونم. سلام منم نیز به همه مهاجران و غریبان که در تمام کنون گوشه دنیا هستند و تاجیکستان عزیزم. راستی ما خیلی پزما بودیم که کی همین برنامه را یا چند ناگفته ها داریم، همون را بگیم. مهربان جان، میبینم که فربه نشدید، همون مهربانی که بودید همون مهربانید، تغییر نیافتید. از اون خاطر که گمبرگر کم خوردیم. کی برگشتید؟ 8 سپتامبر در تاجیکستان. 8 سپتامبر. بله، در اینجا بودیم. در کدام شهری فدراسیون روسیه بود؟ ما روسیه در بازای ما همی مسکو خودش بود. نوسیبیرسک، پیتر، هر جایی که هر جایی که دعوت میکردن ما اونجا ما در خدمت خلق عزیز خودم تاجیکای دنیا خدمت دادیم. مهربان، از روی اون نوارهایی که نشر شدند در اینترنت معلوم بود که کمی با دشواری دچار شدید. من میخواهم درباره اصل واقعه حرف بزنید که چگونه دشواری ها به سر شما آمد که چون اون نوارها رو ثبت کردید و سببش چی بود؟ بیایید در این باره آشکار حرف بزنید. البته راستی گپ که روزیون و هم سببی که این همین نواری من گفتگی خیلی بعضا ممکن مردم دیگه خیلی فکر میکنن که ممکن میگویند شاید که کارش بود شده با این خیلی میگن نه. از راستی گپ سببی اساسی همین نوار کردن من یک بار یک دوست نزدیکم سبب شد که مقصد ما همو کمی نه در دشواری بودم. چی دشواری بود؟ مهربان بیا درباره دشواری اول حرف بزنیم. دشواری من این بود که راستی گپ من یک چند وقت یک کمی مبالغ با یک نه تنها با یک دو سه برادرم کمی خیلی عددی او را شرط نیست. بله، خیلی کم از 60,000 زیاد، 60,000 دلار زیاد است در 3 نفر. باید با همچو دوست دستگیری من مقصد بودم که با همون وقتش مقصد بگردونیم. من مثلا خیلی کمبودی خدمت حل کنم، کار دارم. شما قرض دادید؟ من قرض دادم با 3 نفر. بله. بعدن قرضدار شدید کمی؟ بله، من راستی که با یک بانک همون وقت کمتر پرابلم بود. من ای بانک سوم گرفتم در تاجیکستان. در اینجا سوم گرفتم. من او باور داشتم که او پول من نمیتونم من اینجا وقت کتی و بعد خیلی با توی و با مرکو هم خیلی اینجا محکم کردیم قرضی خودمون. همون وقتی که مبلغی بانک من. بله، همه کمی چقدر از بانک قرضدار شدید؟ زیرا با این فایده سالانه که بانک های تاجیکستان میگیرند از 30 بالا است. من فکر میکنم که همون قرض گیرنده با نظرم قبر خودش رو با دست خودش میکنه. خیر، خدا را شکر که نه اونقدر ما قرضدار بودیم. چقدر تا 10,000 دلار بوده. 10,000 دلار این پول کم نیست نه، کم برای مثلا 20,000 دلار نبوده. خیلی البته 100 دلار هم پول است، یک سومون هم پول است. البته یعنی بس سر همین مقصد آمدن که شما ویدیو ثبت میکنید و پیشکش مردم میکنید که در چنین وضعیت قرار دارید، بس سر همین مقصد آمدن به نهایت جسارت طلب میکند. بله. دشوار است. شما چگونه به همین قرار آمدید؟ نه، راستی که من در آن وقت یک دوستی بسیار خاک نام او شرط نیست که همیشه ما با هم بودیم. دوست بودیم هستیم. ما کینگیر نیستم. میبخشیم. مبلغ موندگی همون را مقصدم
مبلغی که من امروز قرضدار هستم امروز تو حل کن. من اینجا کمی مدت وقتی یک ماه دو ماه همگی یک ماه دو ماه داره باید را چی میگن مهلت همین خیلی من کارش رو حل میکنم. همین خیلی گفت تلفن دیگه نبرداشت. راستی گپ دیگر همین خیلی خودم با خودم زیق شدم دیگه با همون درم وقتی که همه جا کرانتین با این پرابلمو خیلی میدونم دریا من نبود ممکن 90% آدم‌ها این پرابلمو در لندن هم در امریکا هم در کانادا. دستتون نیز جراحت داشت، دستتون بسته بود. بله بله ما راستگه ما وقتی که سرات آمدن ما در راه کمی صدمه کردیم اونجا دست شکسته بوده. حالا خوب شد؟ نه خیلی خوب شد دیگه. کدوم دست بود؟ من همین دست راست نمیشه و اونجا دیگه شتنگه برداشته نمیشه. جای زخمش هست. بله اینجا من همین درست نمیشه دیگه که من بروز کشیده نمیتونیم شتنگه زدن نمیتونیم. خیلی کم کم یا علاج میکنیم. دسته کرچکه دسته پیاز موجود. خیر بعداً ثبت کردید مجبور شدید که همون نوار رو ثبت کنید. برای سه بعد نه با من با اون راسته بعد بسیار که نشد طریق اس من نوشتم که برادر من اگر یک ویدیو ابریشن یک ثبت نوری کنم در فقط برای مخلصان خودم من ممکن بود یاردم میکنم. هم پروسه بعد من نمیدونم برای کدوم خاطر اون مقصد تلفن گرفته ای ما حال میکنیم و با ما خنده گفت که ای گفت تو ایمو در رفتگی گفت ترکی دیگه گفت دستگیری میکنن. همین چیز سخت رسیده. ما گفتم خیر اولش خدا آخرش خدا من توکل به خدا دارم. دیگه خیر بعضی فکر کردن که من اون میلیون کار کردم 100,000 80,000 70,000 من نه خیر شکری خدا هم پرابلمی که هم پرابلم حل کردیم با خیر مینت نشه کمک کردند مخلصانتون مردمی مهاجر. البته ما همه مهاجران از تاجیکستان در حتی در همین در تاجیکستان دوستای برادرایی که من اون رو نمیشناسم و گفتن خیلی بیا اینجا ما این همینقدر مقصد دستگیری کمک میکنیم همون مقصد کمکشون رو کردن. دیگه خیلی بیا گفتم من گفتم خیلی کرانتینه از کرانتین برویم. سراینده ها چگونه ریاکسیون نشون دادن؟ خیلی بعضی هم کسی هست با من زنگ زدن کسی زنگ زدن خودشون میدونن که هر طریق مقصد که هر یکی برو نوش گرفتن نگرفتن هست. من مینداری خودم بیان کردم با او نفری که زن بود مرد بود زن بود مردیش نشون داد. مثلا کی از میونی زنها مردانه رفتار کرد؟ خیلی ایش سکرت میکنیم از بین سراینده ها؟ بله. کدوم سراینده باشد؟ خیلی ممکن حالا یک خطی سراینده ما خدمت یک گوزم اگر که یکون توقعش نکنه از جای موده با من هم شگاه میزنم. لااقل بگید که سراینده های خودمان؟ بله بله بله. خدمتاشون اگر این خیلی نداشته باشه چرا مثلا ما نمیتوانیم حاضر بگوییم که فلان سراینده نامش فلان با مهربانی رفتن کمک کرد و برایش قرصک بزنیم و احسن بخونیم؟ با همشون قرصک میزنیم که یک جا ما این امیدوارم که هر یکشون ان شاء الله با هم میشینیم خدا خواه. خب با همشون میگن که همین گونه مصیبت ها چشم انسان رو میکشویند و انسان الکی دوست رو از دشمن فرق میکنه. البته چنین شد؟ البته. در روسیه چیکار میکردید شما مهربان؟ ما در روسیه یک برادر کردم یک رستورانی کلان وای کردن خیلی کمی اونجا کار کردیم. بعدا ما فقط توی اساسی ما هم مرکه و دیگه شهر و یک جوانی هست که هر گونه ریتم های بسیار خاطرنشین رو می نوازد و یک سبک نوازیش اونقدر صمیمی است که اخلاصمندان زیادی در فضای اینترنتی پیدا کرده است. من یک بار دیدم که اون جوان با شما اومده یک بله این سراینده از آذربایجان است. سکیت سمیدوف. این سراینده روسیه بسیار از خوردی اگر هم در نوار اگر دیده باشین میگن که من از سال 12 ساله بودم همین سروده گوش میکردم
همون سرودی نظیر جان رو. همیرا مقصد همی مخلص همی بودم بودم وقتی که من در پیتر با کدوم معرکه رفته بودیم زودروز بود یا که توی بود توی کلون بود راستی سریگاش داشتیم در همونجا یک سکیت سمیده بود بعد این برادرای امروز زنگ زدن که یک همون چی میگه تشکیل کننده همی کنسرت امروز یک زنک و هم آذربایجان که بودن بگم خیلی و خوردید با بعد گفت که همه افتر پرای همی نظیر جان همین کس مهربان نباشن دیگه بعد یک چند ساعت پس با خودش ابراد مقصد زنگ زد گفت که سکیت سمید و سلام گفت بعد در دیگه شهر است التماس کرد که اگر بیاین ما خرسان میشیم گفتم حتما می‌بینیم بعد ما یک از برادرای در پیتر هستن در اکی دوران میتونی برادریمو سنسانی خوبم با ما همه یک رفتیم یک ستول کردیم خونمونو یک فقط تاجیک مخون یک ستول همه چند کشیدیم چند نفر همونجا بعد هم از صحنه مرا دعوت کرد بله دیدم نبرش خلاصه قرض بانک رو محکم کردید بله همه طرفه شکر خدا بله حالا جانتون خلاص شده است؟ بله من با این مناسبت شما رو تبریک میگم گفتند که مهربان بانگی شده است می می نوشد و همه هستیش را از دست داده است دیگر رو آورده است به شراب و به عیش و یعنی یک آدمی عیاش شده است بیایید به همین گفته ها و آوازه ها نقطه میگذاریم که یعنی چی؟ راستی این کاری بانکی من از نفری نه بانک نه بانگی نه فهمیدم نه با کاری از بانک قرضدار این پیش از این برای ما خونم رو گرفته بودند ما خونم رو با دوست بگرا مونده بود نه من راستی گپ مرا یک دوستی که با اونم همون روز ما یک جای بودیم من از اون موشیجان با من باور میکرد هر وقتی می $100 در کیسه میدی خمام میگفتیم که بچه شیر نار بوده ما یک جای میدی که به ماشینی بوده و همون خونه را دید مقلوب خیلی چورخونگه میتیم ما گفتم خیلی مایلی خیلی خونگه گفتم خیلی گرمی چورخونگه خرسانج نمیتیم دو خونه دیگه زیادی ما همین کلیپی اگر چرا دیده باشین اما دوران زیبران بله همین کلیپ اصلا همین سرگذشتی من خودم با نوار گفتگیم اون وقت با نوشیدن داده شدید بله شده بودم خیلی وقت این یکون جوی سیر پانویش این ای بندش چی بجا میکنی وقت خداوند خش با همه چی وقتی که خدا میدوند بله با الله همه عیون است من خیلی دروغیم نه و حالا اومدید من به شما زنگ زدم شما گفتید که در اون سمتی رو نماز گذاشتید بله الحمدلله بله نماز گذاشتید الحمدلله خدا را شکر یعنی حالا ترکی مایو این چیزها کردید بله و رو آوردید با خیلی اصلا که بله سجده و با توبه خیلی الحمدلله که ما همه وقت هم نمازمون رو میخونیم خیلی میشه در بودم ایزاد که کمی هم این چی و پرابلم حل نمیکنه تقدیر اون خونه چی شد؟ تقدیر این خونه چی؟ از دست رفته یک ایلاج کردیم خیلی بودم ایزاد خطا میکنه خونه از دست رفت یا برقرار کردید؟ مبلغش گرفتیم و برقرار کردیم بله انشالله برقرار یعنی که با هم دستگیری دوستا حالا در کجا زندگی میکنید؟ من در همی ظرفشان هم دوموی که نو ساختنی این همون خونه ای که با ماجرا افتاده بود همون است؟ این خونه رستگی مونه در اینجا همون خونه ای که حالا زندگی میکنید؟ بله خونه ای که حالا زندگی میکنید یک برادر عزیز ما که قدردان یک توفه کردی خونم خیلی ما خیلی میگیم که هر یک کس خداوند عدل نیتش ممکن ما دشمنی من اومد در دل من دوخ و دوستی من با یک جون دشمن این کار دشمن میکنی و این من فکر میکنم و فهمیدید که مثلا در لباس دوست هر نوع انسان های مشکوک میتوانند بیاین به زندگی آدم وارد شوند. البته حالا آدم شناس شدید؟
البته علاقه فرق میکنید که کی دوست است کی من ناز همین خیلی اگر چین اگر میگم برادر 5 دقیقه حرف زدن خوفیست 5 دقیقه این اگر بسیاری که نگویند بیا که اگر میگویند که مقصد را اون سنجیده است این خیلی نیم ساعت وقت میگیره ده نیم ساعت اونجا میشناسم که مقصد علاقه میدونم که چه خیلی انسان است و چی مقصد داره با توی خورسندی ها حاضر هم میروید البته میریم خیلی ممکن اکثری مردم حالا از روسیه زنگ میزنن میگن شما در همین جایی میگونی ما تاجیکستان داریم خیلی نمره کار میکنم اینجا خیلی میگم ما با مقصد برای که مرکه داشتیم میخواستیم دعوت کنیم گفتم خیلی هستن با اونجا دوستای برادرم هست اگر خواهید من برای پیشنهاد میکنم حالا که نیستید اصلا در کنسرت ها و در اکثری چرابینی ها شما رو نمیبینیم غمگین نمیشوید از اون که دورید از صحنه خیلی غمگین میشیم چیبا نمیشیم که از مخلصا دوریم با خیلی حافظ با هم مخلص زنده است بله ایشالله میشه حرکت داریم فرزندان کلان شدن البته شکر خدا 4 فرزند دارم 2 دختر 2 پسر دختری کلانی ما همین ماه سپتامبر با شوهر دادیم شکر پروردگار خیلی ایشالله که خدا میداریم میوشم بابا نزدیک شاید که بابا شوید ایشالله بابای مهربان ایشالله گفتند که شما 2 بار ازدواج کردید یا 2 زن دارید نمیدونم هم خیلی این هم آوازه ها گفتیم که اطرافی آوازه ها نه دو زن ندارم خاک میزنه گفته که من از که تگفته میتیم خودش همین خود چیز بگه جدی من زنی ما شوخی ندارم وای گفت من میکنم باورم نمیشه نه خیلی ممکن یا شاید شوخی کرده باشه نه اگه اینجا خیلی هست ده که روزجو مقصد که زنی که هستن که در حقیقتا مثلا ممکن زنی من جدی گفت جدی من اصلا بعضا باور کردن در کنید به بسیار زنها که مقصد من از ما باوری میکنم هست مثال شما میگید که جدی گفت یعنی شما این پیشنهاد رو قبول کردید ما این پیشنهاد قبول کردم نه که من میدونم که وای زنم میته و بعد هم بعد در محکمه میکنه قفوش یا کنیستر بیزی نمیکردی علام میزنه خودش بعد بایی باور کرده گیم از میروبون فقط خاکستر باقی میمونه باشه و اون مشکلی بانک چی بود که انا این مشکلی دیگه من فکر میکنم این بانک آسان‌تره و با پگشینی میتونن خوب میکنن ایده پگشین دادن نمیشه ایده فقط میسوزی که تمام انشالله ما خوبه خیلی بر سری فرزند انسان هر چی یاد بگذره مهربان رابطه دارید با اهل هنر با سراینده ها در حقیقتا زیاد بود همه یک جای بودیم مقصد صنعتکارا مثلا ما خدا رحمت کنه ملکه برام جون سهراب جون یا همون یک جای بودیم مقصد صدرالدین رستمی نور استانی عزیز بهادری غفورزاد حسن چیله استاد و دیگر اکه سعید احمدوم خیلی بسیار هم برادر هم یک جا در فوتبال ها بودیم یک کم اون تیم فوتبال دیگر نیست نه که فوتبال هم خودم خانواده قطعی کودکان میدونید دیگه صدرالدین بسیار شوق داشتن با فوتبال همه شوق دارن صدرالدین جون عجب فوتبال رو دوست می‌داشت بله خیلی با بیان با توپ میگیریم کاش که اون روز فرا برسد که با صدرالدین بیاید و باز این توپ با بازی در آید در فوتبال ان شاء الله حاتم روشن برادر شما است دادری پدری عزیزمون میشوند یعنی عمک شما عمک میشم من و در همه جمعه که گفتند که دل سرد شد چون دید بی‌قدری هنر رو در بعضی از جایها دل سرد شد یعنی مناسبت برخی انسان ها با صنعت او را وادار ساخت که صنعت دور برود درست است راست دیگه با که این
مقصد سیری و یا خشون میدونن از کدام یعنی یک جهت نگفته های دیگر کنن. از کدام جهت میرن مرکه، فقط مرکه اوشیناور بزمی مثلا مردم باشن. ولی یک انرژی داشت همین خیلی. من رو میدونید کی رو به یادم می آورد؟ شهرام شاه پری ایرانی رو به یادم می آورد که انرژی داشت. یک عجیب. بله بله بله. ترانه ها میسروید حاتمی روشن. حالا خوب است؟ خوب هستن، شکر خدا خوب هستن در خونه. سلامی ما رو رسونید. البته البته. حالا چی؟ حالا چگونه روز شما شروع میشه؟ خیلی روز دیگه بعضی هم با کارهای خونه و با رفتن دیگه. البته با استودیو هستیم با یعقوب عبدالله، مثلا در استودیو هستیم. ما همین با یک مشق میروید؟ بله ورزش روز دیگه نمی میگم که هم پیش وقتا سخت ذوق بود. بعضی هم کم میریم و خیلی پیش وقتا که یک روز پس دو روز پس در هم دو روز پس سه روز پس در چی بدیم، مقصد در تالاری ورزش بدیم همون نیست. ما در این انگشتتون زخم دیدم. این زخم از کجا پیدا شد در انگشتتون؟ این زخم چیرک شویدم و مجایی در دهنی بانکه شد چیده شدم خیلی. من بانکه رو کشیدم. بله ما کم پورم هستم خیلی. جدی من نمیدونستم. خیلی نصیب شالله. چگونه غذاها رو میپزید؟ با یک مرد چیل نار کمه خیلی. چگونه غذاها رو میپزید؟ دملما میخشرو میکنیم. دملما باز؟ خیلی اوشا میکنم و اوش گرانت نمیتونم خیلیش که دیگه نیستم. نکی مسئله تخبیریون جواب میتونم 100%. از همه خوراک و سون تیار شونده بیجون است. فکر میکنم بعد از مدت ما باید یک برنامه دیگر رو اندازی کنیم همراه مهربان جان در طبیعت. یک جا برویم، این زمستان هم پشت سر بشود، برویم یک جا در طبیعت در فصل بهاران در سبززاران مهربان چیزی آماده بکند و ببینیم که چگونه آماده میکند. لیکن تخم بریان نه، اگر غذای لذیذتر خوبتر از تخم بریان تا وقت با ما مش میکنیم اون چیزی خوب خیلی نیت میکنیم همین طور نیت میکنیم. یعنی نیتی نیک نیمی دولت گفتند. سپاس میگویم به مهربان جان، تشکر. صحتمند و سربلند باشید و ترانه های مهربان جان را از یوتیوب پیدا کنید، گوش کنید، کیف کنید، بهره بردارید. خیر. طرف ما دعاگو باشیم. بله. Еврооптика. Пусть солнце радует глаза.